امروز میخوام ببرمتون یه جای خیلی خفن. کجا؟ نمیگم، ولی یه بشکن بزنم میریم اونجا. بریم. دلستر است. فکر نکن. بیزنس کلاس چوسی آن تاپ. بریم یکی از بزرگترین و خفن‌ترین پاساژهای باتومیه. خیلی کم بهتون نشون میدم چون من قراره تفریحا رو بهتون بیشتر نشون بدم، ولی بریم با هم دیگه ببینیم. من میشه گفت هزینه تاکسی اینجا واقعا زیاده، یعنی 5 دقیقه راهو از ما 10 جل گرفتن که به پول ما میشه 400,000 تومان، چیزی که فکر میکنم اگه تو ایران مثلا اسنپ میگرفتی این 5 دقیقه راه برات میافتاد 70,000 تومان 60,000 تومان. تازه این تاکسی اپلیکیشنیشه، تاکسیه خودشونو که بخوای سوارشی 20 جل 15 جل تقریبا میگیرن که 600,000 تومان 700,000 تومان. اول جایی که میخوایم ببینیم کلوین کلینه، زنونش مثلا یه همچین چیزی 4 میلیون تومان به پول ما. همینو بیا برو به خود شوش مولوی پیدا میکنی با 200,000 تومان، کسی هم نمیفهمه. اصلا چیز خوشگلی نداشت. یه دونه شورت داشت، شورت مردونه 100 جل برابر با 4 میلیون تومان ما. خبره بابا، شورت تو ایران 3 تا 300. تازه کلوین کلین هم درشت نوشته روش. بریم زهرا. اینجا زهراه. بابا چرا همش زنونه است؟ پس مردونش کو؟ تو بقیه کشورها اینجوری نیست، یعنی به همون اندازه که مثلا جنس زنونه میبینی جنس مردونه هم میبینی، اما اینجا 90% جنسا زنونه است و فکر میکنم 10% 5% مردونه است، 5% بچگونه است. تازه اینجا یه طبقه جداگانه واسه بچه‌ها داره. واقعا کوالیتیش خیلی خوبه، کیفیتی و کاری هم خیلی خوشگله. اما من 9 میلیون تومان به زارا نمیدم. اگه بخوام 9 میلیون تومان پول بدم 2 تومان میذارم روش، کلوین کلین میگیرم، پولمبیر میگیرم، برندهای آمریکایی میگیرم. این باید زمان آف بیای بخری. کسی اومد زمان آف به نظرم بهترین چیزه، چون آف میخوره میشه فکر میکنم 70 جل که میشه 200 من. بقیه کاراشه گرون بود نه؟ خیلی اصلا خسیس نیستیم ها، میدونید منطقی نیست. مثلا این تو ایران چقدر بچه‌ها؟ فکر میکنم 2 تومان. 4 میلیون تومان زارا. یا مثلا یه چیز دیگه هم به بچه نشون بدیم. کلاه. آقا کلاه یه چیزیه که تو ایران با 500,000 تومان 600,000 تومان یه کلاه خیلی خوب میگیره، 1.5 2 تومان دیگه فوق العاده خوب. لامصب 2400 1.5 2 کالوین کلین میگیری. اورج تو ایران اورجینال خیلی گرونه. 4 میلیون باز اونقدر گرون نیست. کفشه دیگه 4 تومن 3 تومن 4 تومن. آخه 3 تومن 4 تومن ایران میتونه خرید. با این پلنگی ستش کن. لباس نگار 8 میلیون. ببین هر وقت اومدی زارا عطری که من میزنم سند دزرت ات سانست سریس دزرتش ما هم برای هرمز گرفتیم. خیلی خوشبوه و خیلی کم پیدا. هر وقت دیدید بگیرید، اصلا بو نکرده بگیرید. بخوام بهتون بگم بیسن اورنج داره، پرتقال داره، وانیل داره و واقعا خوشمزه، واقعا خوشبوه. خیلی گفته بودن ماچه خارج از کشور خیلی خوشمزه تره. منی که اصلا ماچه دوست ندارم. هی ماچه میگیره ارسلان هی میخوره. تست میکنم و همش هم مزه بد میده. چرا هم نمیخوره؟ این ماچه توت فرنگیه. با این خیلی بوی جلبک میده به نسبت ایران. خوردی ازش؟ وای نه. خیلی بدمزه است. خیلی خوشمزه است. واقعا یه بیمزدگی همراه با توت فرنگیه. اصلا نه نیستمش. خیلی خوشمزه است. ببین ارسلان یه آدم دروغگوییه. نه واقعا خوشمزه نیست. من دروغگو نیستم. واقعا خیلی خوشمزه. منم از اون سفارش برام برای آیس ماچا سفارش بدم. جدی خیلی خوشمزه. نه نمیخوام بابا ارسلان بیا. چی میگی؟ نمیدونم آیس برام جافت. اگه اشتباه نزده بود میخوای برام به این بگم سیروپ کارامل اضافه کنه؟ خب سیروپ کارامل به این اضافه کنه اوکی میشه دیگه. بیا من به این سیروپ کارامل نمیخوام. تو اصلا من توجه نمی‌کنی. من چیو توجه نمی‌کنم؟ بهت گفتم فقط آیس باشه و گفتی که باشه. رفتی. اگه باشه رو نمیگفتی میگفتم خب نشه. خب الان میرم برات تعطیل میکنم.
نمیخوام. یه کارامل اد میکنم. نمیخوام. الان این نمیخوام دیگه اون نمیخوام که میخوام یا نمیخوام. نه دیگه برام مهم نیست. اون لحظه بود که من میخواستم. الان دیگه اون لحظه گذشت. اون لحظه دیگه نمیخوام. اون لحظه تو باید اون لحظه رو انجام میدادی. فقط صورتی شد. دیگه سبزی وجود نداره. این کیفیت کار نشد. خب من برات میرم اون لحظه بود که من اونو میخواستم. الان دیگه اون لحظه نیست. خب اون باشه لحظه اضافه گذشت. نکنم. اضافه نکنم. نه. الان قبول کنم که نباید برم. گفتم نه این بچه چرا لخته. پسر بود. شاید تو پوپو هم کرده تو پوزکش. ای بابا. پوزکش اینطوری پف کرده. نه پوشکش پف داره. پوشک پف داره کلا من. بچه دیگه پف بدی داره ها. دست نزنون به اون نخواستم. چقدر بد اخلاق. یه مثلا. بگم این خانم خیلی بیوتیفول. خیلی بیوتیفول. روبروی من نشسته. 11 واقعا. ببین اصلا 100 از 10. زیباترینه. خوشتیب‌ترین دختریه که این چند وقت اینجا دیدم. از نظر من. کاش میشه لحظه بگیریش. حیف نمیتونین ببینینش این زیبایی و بقا رو. قیافه سر. از نظر من بانو زیبا فقط یک نفر. مامانم. شاید باورتون نشه از دیروز که من گفتم یه 10 دقیقه بیشتر نمیخوام توی پاساژ بگردم قراره ببرم جای دیدنیشو بهتون نشون بدم. یک روز کامل داخل پاساژ بودیم. یعنی یه جوری داخل پاساژ مونده بودیم که من مونده بودم که چجوری میتونید دقیقا خرید کنید. همه مغازه ها رو دیدن. جالب اینجاست که نشون کردن و دوباره رفتن اون مغازه ها رو دوباره دیدن. میخوام بهت یکی از بزرگترین و خفن‌ترین مجسمه هایی که میتونی ببینی رو میخوام بهت نشون بدم. مهگل دیدم تو باز آشنایی نداری. چیپس بخریم بریم مجسمه ببینین. بله تفریحات ماست دیگه میدونید. واقعا فکر میکردم خیلی بزرگتر از این حرفا باشم ولی اینقدر واقعا چیزی که تو عکساش بود خیلی بزرگتر بود ولی خوشگلن دیگه. الان از همدیگه رد میشن بهتون نشون میدم. بچه‌ها دارن میرن داخل همدیگه. یعنی اصطلاحا میگن که دارن همدیگه رو میبوسن. چه باحال. فرشته ها رو هم دیگر بوس. الان یکی شدن در است. چه باحال. خیلی آفتابش زیاده ولی از تو هم رد شدن. کشتی دزدان دریایی. من چون نمیخواستم ریا کنم که خودم دزدم نرفتم تو شم منو میشاختم. اندر میریم وسط‌تر. الان منو میگیره. زیاد وای نستا به نظرم. زده شدم. من عاشق‌تر از دیشب دارم عاشق‌تر. این همون آهنگه. آره خیلی شبیش بود. ولی حس می‌کنم همون آهنگه. دزدیدن از همون. ما ندزدیدیم. اونا از ما دزدیدن. همه چیشون کپی از ماه. بله. عزیزم اینم مثل قاطی اون ویدیو $1000. فرض کن اینجا هم یه $100 اینجا انداختیم. 8 میلیون تومان شد بچه‌ها. یه قایق. اون چند بود؟ یعنی اونی که با جمعیت میرفته چند بود؟ اون حضرته؟ آره دیگه یعنی اون چند میشد؟ احتمالاً نفری مثلا 100 تا 200 تا دیگه. نه این کلش شد $100. دریا رو بگیرم تو دیگه خدافظی کن. ازش اجازه گرفتم که من برونم. بیا جلو به بچه‌ها نشون بدیم. Thank you. Thank you so much. This is my YouTube channel. I'm YouTuber. بیا. خیلی واکنششون داد نسبت به اینکه من یوتیوبرم. برای زیاد مهم نبود. آره. این فرمونو داری؟ میفته؟ چقدر صحنت خوشگله. دیگه خلاصه داداش رانندگی داره دیگه. Left, okay, I will go left. پایه چند میخواد؟ هیچ پایه. This way is right. Okay. خلاصه که بذار من بشینم چپ کنم. بیا تو بشین. بریم بچه‌ها که چپ کنیم. چپ داشته باشیم. میخوام دریفت بکشم براتون. آماده این؟ آماده دور پلیسی رو داری؟ left. نداشت دور پلیسی. اگه بفهمم من قبلا توی کوچه چپ کردم هیچ وقت این کشتی رو دست من نمیداد. چیز شماعی زاده بذار. بله بذار. نه بابا. همه جا نشون بدیم ایرانی. محسن لرستانی بزن محسن لرستانی. فقط
وای میستیم تا جایی که بخونه بعد میذاریم برات. اومدیم حالا شهربازیش، البته شهربازی که نیست، چرخ و فلکش قرار شد سوار شیم ببینیم که چقدره، مقایسه کنیم چرخ و فلک ایران و چرخ و فلک اینجا. بی ارتفاعی فکر میکنم که ارتفاعی 100% مال ایران خفن‌تره چون صدا پیچ و مهراش بیشتره. دیدی وایسادی یهو میبینی یه میخ افتاده زیر پا، اون هیجان داره. اون هیجان کاره. هیجانی نداری. ببین من چرخ و فلک ایران سوار نشدم ولی این شد نفری 40,000 تومان. نفری چقدره؟ نفری چقدره؟ خیلی وقته. این فکر میکنم ارتفاعش از مال ایران بیشتره. ولی الان سوار میشیم ببینیم که چجوریه. Oh my. اضافه است. خب این ما رو نگه داشت. نه تو ایران اینو نداریم. مربعیه و اتاقه. اینو تو ایران خب باشه بیرون رو نمیبینی اونجوری انقدر کدر مال پارک ایران. وای من ترس از ارتفاع دارم عجب خریم. بالا سوار شده برج خلیفه بالاتر میشه خجالت بکش. راست میگه ولی وای اینم بالاتر نمیره ببین اگه بریم بالاش من جرأت کنم وایسم یعنی بالام تو ارسلان 100 میدم بپری. ارسلان 100 میدی بپرم زنده نمیمونم که ارسلان بذاریم شهربازی بزنیم یه چرخ و فلک بندازیم توش یه سقوط آزاد چقدر روزی به جیب میزنیم چقدر میزنیم وای ریدم داریم ارتفاع میگیریم نه بابا اینجا هیجان نداره مال ایران درش قفل نیست درش ایران اصلا یه جوری میره بالا اینجا اینجوری میشه بذار برای تکونش بدم بعد یهو یه دونه پیچ مثلا بالا میفته و یارو میگه هیچی نیست پیچش دارم ارسلان فقط تو دور فکر کنم نه ارسلان ببریم اونو بدوز زوم کردم ایناهاش واو زوم کردنش یه مقداری طول میکشه رنگی داره فقط نمیتونم ببین اونو بدزدیم زندگیمون تضمینه بریم بعدش تنیس بازی کنیم نه تو رو خدا دیوونه باشگاه انقلاب داریم خودمون تهران نمیتونیم با هم بازی کنیم اون نازگله که داره دنده عقب میره تو کل خیابون نصف دریا رو دنده عقب رفت که رفت خانه میکنم خود منم $1 تا $1000 توی یه کشور غریبه بگیریم اگه کار منو میبری بچه ها میشه همه کامنت سلام خوبی اگه منو شاید زیاد دوست نداشت اگه ارسلانو خیلی دوست دارین چرا تو دوست ندارین؟ اتفاقا بچه‌ها خیلی هم دوست دارن اگه ارسلانو خیلی دوست دارین خب ارسلانو خیلی دوست دارین خب تو کامنت ها بگید که محگوله ببرم کنم نه عزیزم اتفاقا خیلی شما رو هم دوست دارن اصلا اینجوری نگو بگین من ارسلانو دوست دارم محگول ببر کنه الان میگم ما محگول دوست داریم ارسلان محگول ارسلانو ببر کنه نه اینو نگین منو دوست نداشته اگه اینو بگید که خیلی بیشتر دوست خواهش میکنم به من علاقه نداشته باشی من واقعا برم کل رایگان ممنونم اونم اسپانسرای عزیز که دوست دارن این توی $1 تا $1000 کره بچه کره حافظی ها مثل اسپانسری ها چی بوده؟ کره جنوبی نورث کره money give us to come and sponsor to introduce in your country okay me Arsalan Nazgul go you don't go you give me money okay سطح انگلیسیش داره میگه بعد بچه‌ها گفتم بچه‌ها یه ذره از زبان انگلیسی من تعریف کنید در حد اصلا بلد نیستم ما تو پایتخت ای خدا بهبود کجایی ببینی خودت از همینجا پرت کن پایین واقعا ولی به نسبت بخوایم بگیم گرجستان به نسبت ارمنستان واقعا شلوغ‌تر و به نسبت ترکیه آروم‌تر ترکیه استانبول واقعا شلوغه ترکیه فقط ایرانی‌هایی هستن که به یک زبان دیگه صحبت می‌کنن انقدر که ایرانی توی استانبول می‌بینی جای دیگه نمی‌بینی ارمنستان اصلا مثلا نمی‌بینی شیلنگ ندارن حتی توالت فرنگیشون هم سوراخ نداره که از اونجا آب بیاد هیچی نداره باید دستمال خودتو تمیز کنی چقدر طول می‌کشه تا برسه پایین 1 ثانیه سر یادم کردی میکنم که برای میله ها نرفت پایین نکن ببین قشنگ اینطوریه ببین علی اینطوریه که من یه دور بزنم برمیگردم پیش تو بذار من یه دورامو بزنم فرشته به امروزمون چند میدیم 10 از 10 بعد به اون روزایی که میرفتیم خرید چند میدیم 10 از 10 بابا امروز خوش گذروندیم باشه به ما دیروز هم خوش گذشت به من خوش نگذشت غلط کردی
بچه ارسلان لحظات آخر خرید الان تایممون تموم میشه بذارید صحبت رو ما لحظات آخر خرید ارسلان گفتش که بریم بالا پول چنج کنیم من هنوز خرید دارم بعد نازکن نشسته بود تو کافه یعنی ما اینطوری بودی که ما دیگه بریم من می‌خواستم اسباب بازی خرید کنه من می‌خواستم اسباب بازی بخرم برای شماها که ویدیو یوتیوب بگیرم و هیچی هم نخریدم چون هیچی نداشت اسباب بازی که می‌خواستم ولی این کارو نکرد به خاطر شما منم به خاطر شما رفتم لباس جدید خریدم که براتون استوری خوشگل بذارم به نسبت بخوام بگم چرخ فلک ایران تایم بیشتری اون توی چون خراب میشه و اون بالا گیر میکنی استاپ این اصلا استاپ نکرد شهربازی ایران 10 میزنه یه موجودی که نمیدونم چیه یه میوه‌ای که نمیدونم چیه بچه‌ها از اینا گرفتیم تو ایران فکر میکنم تو شهربازی ایران دونه 50 تومن 100 تومن 150 تومن ماکسیموم باشه اینجا 400,000 تومن and this for کچاپ و یه دونه هم از این بلوطا گرفتیم بریم هم اینو تست کنیم بریم یه ذره جلوتر هم اینو تست کنیم هم بلوط بریم مقایسه کنیم ببینیم کدوم چیز مسش مال من ها نخوری همشو فکر نکنم روششون طوری باشه آقا این نقل بازش کرد چون مال ایران ساعت هیچ اینو میزنه واقعا من میتونم اینو داشته باشم البته تو اگه اینو خوردی گفتی اون مال ایرانو بخوری چی میگی؟ خیلی خوشمزه داره 400,000 تومان اصلا نمیارزه و اما بلوط من تا حالا بلوط نخوردم ولی تو فیلم‌های ترکی و اینجور چیزا زیاد دیدم پوسته خشم داره چرا؟ بچه یادتونه اوکیا چقدر بلوط دوست داشت اونایی که دیدن 100% یادشونه اوکیا چقدر بلوط بود بعد هر وقت میخورد حالش بد میشه مزه نداره هیچ مزه‌ای نداره واقعا؟ حتی نمکی هم نیست که بگی نمکیه من نیستم بلوطو چقدرم هست دستشویی دارم و وقتی دستشوییش رو دیدم دیگه دستشویی ندارم اون دبلیسیه ایدیتور براتون الان یه ذره زوم میزنه تازه پولم میگیرن خیلی هم بده حداقل دستشویی ایران ساختمونه آلومینیوم و چه میدونم از این چیزا نیست چیه